اون یه مرد معمولی بود با یک چشم، اما همین یک چشم جهان را جوری دید که تاریکی حاصل از نگاهش تا سالها بر سر مردمش سایه انداخت. نامش ملا محمد عمر بود، مردی که از دل خاکسترهای جنگ افغانستان بلند شد تا امارتی اسلامی تأسیس کند. امارتی که قوانینش از قرون وسطا هم عبور کرده بود. اما داستان واقعی پشت این چهره مرموز چیه؟ چگونه ملای گمنام به یکی از مخوفترین رهبران جهان تبدیل شد؟ و مهمتر از همه، میراث شوم او امروز دقیقاً چه بر سر مردم افغانستان و امنیت منطقه آورده؟ در این ویدیو فراتر از کلیشه ها به قلب یکی از تاریک ترین بخش های تاریخ معاصر میریم. ملا محمد عمر در سال 1960 در روستای فقیرنشین در استان قندهار به دنیا آمد. زندگی اون تا زمان تجاوز شوروی به افغانستان مثل بسیاری از همنسلاش بود. تحصیل در مدرسه‌های دینی محلی، زندگی ساده و بی‌حاشیه. اما جنگ همه چیزو تغییر داد. اون مثل بسیاری دیگر به صف مجاهدین پیوست و در نبردهای مختلف شرکت کرد. در یکی از این نبردها چشم راست خودش رو از دست داد، اتفاقی که به نمادی از جهاد اون تبدیل شد. پس از خروج شوروی اون مثل بسیاری از جنگ زده ها به زندگی عادی برگشت و در یک مدرسه دینی کوچک مشغول تدریس شد. اما افغانستان در آشفتگی کامل به سر می‌برد. جنگ داخلی قبیله‌ای، فساد دولت مرکزی و هرج و مرج جامعه را به ورطه نابودی کشونده بود. این ناامنی بستری شد برای ظهور پدیده‌ای به نام طالبان. در سال 1994 اتفاقی در قندهار افتاد که نقطه عطف زندگی ملا عمر و تاریخ افغانستان شد. گفته میشه یه فرمانده جنگ سالار محلی به نام منصور آخوندزاده که کنترل یه پست بازرسی رو در دست داشت به چندین دختر جوان از یه خانواده تاجیک تجاوز کرده بود. ملا عمر که خود را وقف احیای نظم بر اساس تفسیر افراطی از شریعت کرده بود، با جمع کردن حدود 50 نفر از شاگردان مدرسه دینی خودش به مقر این فرمانده حمله کرد. اونا با سلاح‌های ابتدایی اما با شور ایدئولوژیک موفق به نجات دخترها شدند و فرمانده را اعدام کردند. این اقدام نمادین عدالت‌خواهی به سرعت در سراسر قندهار پیچید. مردم عادی خسته از جنگ سالاران فاسد و ستمگر که کشور را به ورطه هرج و مرج کشونده بودند، به او و مردانش به عنوان ناجی نگاه کردند. این جرقه اولیه بنیان گروه طالبان بود. اما این جرقه به تنهایی برای شعله‌ور کردن آتشی که به زودی سراسر افغانستان می‌گرفت کافی نبود. در پشت پرده سایه سنگین و حساب شده سازمان اطلاعات پاکستان همواره حضور داشت. پاکستان از زمان استقلال به دنبال ایجاد یک دولت مطیع و دوست ترجیحاً از قوم پشتون در کابل بود تا عمق استراتژیک خودش در برابر دشمن دیرینش یعنی هند رو تضمین کنه. هرج و مرج در افغانستان برای اسلام آباد به معنی بی‌ثباتی در مرزهای غربی بود. طالبان با ترکیب ایدئولوژی مذهبی، وفاداری قبیله‌ای پشتون و وعده برقراری نظم گزینه ایدئالی برای پاکستان به نظر می‌رسید. بنابراین این گروه از همون روزای نخست از پشتیبانی همه جانبه لوجستیکی، مالی، نظامی و اطلاعاتی برخوردار شد. تسلیحات، خودروهای زرهی، مشاوران نظامی و حتی جنگجویان از مدارس دینی مرزی پاکستان به کمک اونا اومدن. این حمایت طالبان را از یک گروه شبه نظامی محلی به یک نیروی منسجم و ویرانگر تبدیل کرد. با این پشتوانه پیشروی اونا برق‌آسا بود. اونا نه با فتح بلکه اغلب با تطمیع رؤسای قبایل یا وعده سهم از قدرت
شهرها را یکی پس از دیگری تصرف کردند. استراتژی اونا ساده و مؤثر بود. ابتدا مناطق روستایی و سپس مراکز شهرها را می گرفتند. در سپتامبر 1995 هرات سقوط کرد و تقریباً 1 سال بعدش کابل تسخیر شد. دولت برهان‌الدین ربانی و ژنرال احمد شاه مسعود مجبور به عقب نشینی به سمت شمال شدند. ملا عمر که هرگز پایتخت رو تا حالا به چشم خودش ندیده بود، در یک مراسم نمادین در قندهار روی بالای ساختمانی عبای پیامبر اسلام رو به دوش کشید و خود رو امیرالمومنین خواند. عنوانی که ادعای رهبری فراقومی و فراملی تمام مسلمانان جهان رو داشت. قوانین شریعت از همان روزای اول با بیرحمی تمام اجرا شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر تأسیس شد تا بر رفتارهای اجتماعی نظارت کند. زنان به طور کامل از تحصیل، کار و حتی خروج از خانه بدون محرم مرد منع شدند. مردان مجبور به رعایت پول مشخصی برای ریش بودند. هر گونه نمایش فرهنگی مانند موسیقی، تلویزیون و حتی پرواز بادبادک ممنوع اعلام شد. مجازات‌های علنی مانند شلاق زنی برای مصرف مشروبات الکلی، سنگسار برای زنا و قطع دست برای دزدی خیابون شهرها را به صحنه‌ای از ترس و ارعاب تبدیل کرده بود. این حکومت ترور زیر پرچم دین هر صدای مخالفی رو خفه می‌کرد. اما نقطه اوج قدرت طالبان همان نقطه آغاز سقوط اونا بود. تصمیم ملا عمر برای پناه دادن به اسامه بن لادن و شبکه تروریستی القاعده پس از بمبگذاری‌های سفارت آمریکا در کشورهای آفریقای شرقی در سال 1998 اولین هشدار بزرگ بود. اما طالبان با بی‌اعتنایی به تحریم‌های بین‌المللی و هشدارهای شورای امنیت به میزبانی خودش ادامه داد. این تصمیم ریشه در قوانین پشتونوالی داشت. مجموعه‌ای از قوانین قبیله‌ای که مهمان نوازی و حمایت از میهمان را تا حد فدا کردن جان مقدس می‌دونست. برای ملا عمر بن لادن یک مهمان محسوب می‌شد و تحویل اون ناقص اصول سنتی اون بود. این دیدگاه قبیله‌ای و محدود بر مصلحت دولتی و عواقب بین‌المللی اون کاملاً چیره شد. پس از حادثه هولناک 11 سپتامبر 2001 دولت جورج بوش التیماتوم واضح و غیرقابل انکاری به طالبان داد: تحویل فوری بن لادن و سران القاعده به آمریکا، بستن تمام اردوگاه‌های تروریستی و دادن اجازه دسترسی کامل برای بازرسی. ملا عمر تحت تأثیر مشاوران افراطی و همینطور وفاداری شخصی بن لادن که میلیون‌ها دلار به طالبان کمک مالی کرده بود، این التیماتوم را رد کرد. حتی پیشنهاد تحویل بن لادن به یک کشور سوم برای محاکمه را نیز قبول نکرد. این تصمیم بزرگترین اشتباه استراتژیک اون بود که حکومت 5 ساله طالبان را به باد فنا داد. در 7 اکتبر 2001 عملیات آزادی پایدار با بمباران هوایی گسترده مواضع طالبان و القاعده توسط نیروهای آمریکایی و بریتانیایی آغاز شد. روی زمین ائتلاف شمال به رهبری ژنرال احمد شاه مسعود که 2 روز قبل از حملات به قتل رسیده بود و ژنرال عبدالرشید دوستم با پشتیبانی ویژه نیروهای آمریکایی پیشروی سریع را آغاز کردند. حکومت طالبان که هرگز یک دولت رسمی با ساختار اداری منسجم، اقتصاد پایدار یا پشتیبانی مردمی گسترده نبود، در عرض چند هفته فرو پاشید. جنگجویان اونها که هرگز تا حالا مورد جنگ‌های مدرن قرار نگرفته بودند، در برابر برتری هوایی کامل تلفات سنگینی دادند و به سادگی فرار کردند. در 13 نوامبر نیروهای ائتلاف وارد کابل شدند.
ملا عمر به همراه بقیه رهبران ارشد طالبان با موتورسیکلت به سوی مناطق قبیله خود مختار وزیرستان در پاکستان گریختند. در خفا او به رهبری شورشیان از طریق بیانیه‌ها و فرمانهای صوتی ادامه داد، اما نفوذ اون به تدریج کاهش یافت. شکاف بین رهبری قندهار و شورای کویت عمیق‌تر شد. در 23 آوریل 2013 دولت افغانستان اعلام کرد که ملا عمر بر اثر بیماری سل در یک بیمارستان در کراچی درگذشت. این خبر 2 سال بعد در 31 جولای 2015 توسط طالبان به صورت رسمی تایید شد. مرگی خلوت، دور از چشم‌ها و در خفا، برای مردی که روزی امپراتوری ترور را رهبری می‌کرد و جهان را به چالش می‌کشید. جانشین او ملا اختر منصور حتی مرگ اون را برای ماه‌ها پنهان نگه داشت تا از انشقاق در درون طالبان جلوگیری کند. اما داستان به اینجا ختم نشد. در اوت 2021 و پس از 20 سال طالبان دوباره بر کابل مسلط شد. این بازگشت میراث سیاسی نظامی ملا عمر بود. ساختاری که او پایه‌گذاری کرده بود آنقدر انعطاف پذیر و مقاوم بود که تونست بزرگترین قدرت نظامی جهان رو خسته کنه. اما میراث اون فقط نظامی نبود. از نظر اجتماعی نسلی از زنان افغانستان رو از آموزش محروم کرد. از نظر اقتصادی افغانستان رو به قطب کشت و قاچاق مواد مخدر تبدیل کرد و از نظر امنیت منطقه‌ای الگویی شد برای ده‌ها گروه شبه نظامی تکفیری در سراسر جهان. امروز افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران بشردوستانه بی‌سابقه روبروه. چرخه تاریخ تکرار شده. هرج و مرجی که روزی ملا عمر از اون سوء استفاده کرد تا به قدرت برسه، امروز خود نتیجه مستقیم حکومت اونه. میراث اون نه یک امپراتوری که یک تراژدی تمام عیاره. تراژدی که مردم عادی افغانستان قربانیان اصلی اون هستند. خیلی ممنون که از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. اگر که از ویدیو خوشتون اومد میتونید ویدیو رو لایک کنید.